و اقدامات تجاوزکارانه ضد ایران اسلامی تاکید کرد یگان موشکی نیروی هوافضای سپاه با مشارکت یگان پهپادی نیروی زمینی سپاه دیروز در یک عملیات موفق محل استقرار و جلسه سران یکی از گروهک‌های پلید و جنایتکار و مرکز آموزش تروریست‌های وابسته را با 7 فروند موشک زمین به زمین کوتاه برد مورد هدف قرار داد. بله، تصاویری بود از عملیات سپاه که مشاهده فرمودید. تصاویری رو که مشاهده می‌کنید موشک‌های سپاه هستش که به محل مورد نظر اصابت کرد.